در شعبه کودکانه شفاخانه به نام ایندیرا گاندی در شهر کابل 40 رختخواب موجوده را کودکان اشغال نمودند که اکثرا در نتیجه کم غذایی گرفتار بیماری‌های گوناگون شدند. طبیب اطفال این مؤسسه محمد اشرف میگوید بعضاً او روز تا 16 ساعت کار میکند زیرا شماره بیماران رو به افزایش است. فقر و تنگدستی روز به روز در کشور ما شما زیاد شده است. هر چیز زیاد شود سوء تغذیه واقعیتش زیاد میشه و خواهش ما این است که مؤسسات کمک رسان جامعه جهانی کمک بکنه برای ما، برای فامیلا، برای طفلا که واقعیت سوء تغذیه کمتر شود. کارشناسان بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و یا یونیسف تاکید میکنند که در افغانستان مشکل کم غذایی دائما وجود داشت، ولی در یک سال اخیر از زمان سر قدرت آمدن طالبان ایالات متحده امریکا و کشورهای کمک رسان افغانستان را ترک نمودند. در نتیجه وضع اقتصاد و ساحه‌های مختلف خواجگی این کشور وخیم شده است. خیلی ناراحت هستیم. کل ما از خورد و خواره هایش شوهرم کل ما خامت هستیم. حتی شوهرم در یک هفته خدا بیخی برام تون ایران میرم. گفت که من شرمت و من نه دوایش گرفته بیتم نه شیرش گرفته بیتم. دختر پیشونی چشم مطمئن میره من چطور کنم؟ بله دکتر، من مشکل زیاد داشتم. اقتصاد ما خوب نبود، اقتصاد ما ضعیف است. پیدا شد که من پیشکاری میشدم، پیسه نبود پیشکاری به خودم کنم طفل میره کم شد. یک ماه میشه دیگه بیخی زیاد مریض است دیگه، تا که به دنیا آمده است جور نیستن. مریض است، پول نداریم که دل یک جای ببریم میشه باقسازش کنیم دوایش بگیریم دیگه. همیجا روان کردن ما را گفت همیجا بری، بازی جا آمدیم میاد دیگه همیجا بستر کردن دیگه. یک شیر میتن شاید دوا موایش میتن دیگه، ما پول نداریم که دوایش بگیریم خدمت چیش کنیم دیگه، یک دواش بکنیم نمیتونیم. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد تخمین میکند که سال 2022 در افغانستان تا 1,100,000 طفل از کم غذایی اذیت خواهند کشید که در مقایسه با سالهای پیش 2 برابر بیشتر بوده است.